پیشروی‌های تاجیکستان دیدیم که منفی به صدا میرسند و به گوش میرسند. ما هم که همون دلیل‌هایی را که اونها میارن و اساس ندارن اونها را به جامعه بفهمند. یکی از سخنهای اونها که تاجیکستان جزیره شده است، تاجیکستان آباد نشده است، تاجیکستان در خارج نیست، تاجیکستان در معرفت نیست، تاجیکستان در سطح دیگه و دیگه است میگه همیچ را اصل ندارد. تاجیکستان را سیستم معارف و درجه عالی تفسیر شده است و آبادانی تاجیکستان در 20 سال اخیر 43 سال پیش رفته است و پیشوای ملت یگان تحقیق نمیکنه. ما در فرض مثلا اشکاله اسلامی ما بکنیم یا میگن که سطح را منع کردن، همه هم دخترهایی که در دانشکده اسلامی میخوانند به سطح هیچ کسی را منع نکرده. مثلا علمای مویاقی کسی دیگر وقتی میروند در چهار و در چی یکون کسی منع نکرده و مثلا از زبان اینها همچنین میشنویم که حکومت تاجیکستان تروریست است، حکومت تاجیکستان اکستریمیست است، پرزیدنت تروریست است. همخیل دینا با چند تشماران طریق که همه را کشتیست است پرزیدنت. یکصد چند نفر آدم، یکصد چند هزار آدم نابود کرد پرزیدنت. ما گفتم دیگه پرزیدنت هیچ کس نابود نکرده است. تروریستی از طرف شما ساز شده. شما پیش از صلح و مصالحه مردم به میدانها جمع کردیم و خواستیم که حکومت کنستیتوسیونی را از بین برید. حکومت اخراج دفاع ما دیگه ما پسی نمی‌گردیم، لیکن وقتی که مصالحه ملی شد آمدیم ما هم در همو گروه بگیم که نهضتی ها و همو گروه مخالفین بودیم، لیکن پیشوای ملت آمد و همه را دست شگرفت که عبدالله نوری سر کرده تا همه دولا دستشون گرفته و بخشیدن. بعد همون بخشیدنی که بخشیدمون بعد 2-3 سال پس بعد سرشید ترور و بعد اشتغال و بعد مثلا انقلاب و بعد دیگر و خصوصا در همی 15 همی چی 4 سپتامبر 2015 وقتی حاجی حلیم خیست و همه انقلاب کودک ها و بگیم که دیگرگون کردن سیستم تاجیکستان در همونجا آدمای جمع شدن خطیب وزیر دولت که همش نهضتی بود. الحمدلله ایشان جنایی طبع حاجی حلیم نهضتی بود. اینها رد میکنن که حکومت وظیفه داره دیگه ما بیشتر کار نداریم، لیکن ایشان جنایی حزب وزیری با ملت وزیری همون صلح و مصالحه که دست دادن به ما و بعد از مصالحه ملی ما نظر میگفتیم ای رایون 5 و ای با فرمان نهضت حبیب سنگین معاون وزیر کارهای داخلی را به قتل رساند در محله ما در کلیل ما اونجا زندگی میکنیم قلیب اونجا. شما هم که در دانشگاه سید مثلا فکر شما دیگر کرده این طرف گذاشت این طرف گذاشت، جواب شما به اینها چی هست؟ جواب ما به همین هست که ما اینجا تا افغانستان تا گشتم من آموختیم همین حزب. وقتی که من آموختم یکم منفعت به ملت، به جمعیت، به مسلمان، به غیر مسلمان نیست. قرآن کریم هم میگه که لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم عن دياركم ان تبروهم. قرآن میگه که کدام بیدین های هم نباشن اگر به شما یگان ضرر زحمت نمیرسن در وطنتان زندگی میکنن اونها را نیکویی کشتن. حتی امام اعظم میگه که الاسلام لا یؤذی النملة، اسلام همین مورچه را آزاد بودن در اجازه نمیده، حتی انسان دوست نیست. همین چیزا را دیدیم من عهد کردم که به وطن برم اگر پیش مردم در عذر بپرسم و مردم آگاه میکنم که این حزب اسلامی نیست، حزبی تروریستی است.
اینا مثلا حزب نهضت هم میگه که هدف فقط یعنی آباد کردن است نه ترور. آخه برای همون گفتم که نه او میگن آباد کردن است هرچه میگم اشون جنای خسقتی او کی وزیر دولت اگر همین آباد کردن باشه کماندون نظر ای رایون 5 زد او کی را به فرمان نهضت کشت معاون وزیر کارهای داخلی که او هم ای طرف ما پیشنهاد شده که حبیب سنگین او رفت مبحث در 6 تمام کماندون نظر اومد با به فرمان کبیری و به فرمان همه پیمان ملی همراه حاج علی با اشتراک درباره وزیر حکومت کنستیتوسیونی انقلاب کردند اون لحظه پژیز گرفت. ایو میگن آدم را کمک کردن آن را پژیز دادن که حکومت میگه که سه چیز به سه چیز پیش نمیرود دولت به سیاست علم به بحث مال به تجارت وقتی که دولت سیاست نداشته او چطوری دولت هست سیاست فقط زورگویی که نیست. زورگویی نه وقتی که یک زورگو به بالا میاد باید اکرد دفاع کنه این زورگویی نیست مثلا ما بدونم که همین حکومت خیست نهضت زد یا خیست ایش زد یکون کسی نزد است وقتی که باید خیستن حکومت اکردش باید دفاع کنه این قدر عراق وزارت دفاع گرفتن این قدر چی را گرفتن سرابیگ میگفتیم با کماندون بود امور نهضت اسلامی این خیسقتی همی با همی گروه برد رفتن ایسر نو انقلاب کنیم گفتن خب بعد این مصالحه ملی سفرعلی کنجه فهمی و به قتل رساندن مثلا آسیمی که به یک عالم زمان که همه تاجیکستان با او احتیاج داشت او را به قتل رساندن روی ما از شما التماس میکنم که همین سخنایی را که ما گفته استیم یا این خیلی نیست که پیش این مصالحه ملی که یو سرناکده حکومت یگان واکنش نشان داده باشه حکومت فقط خودش دفاع کرده ما هم که باشم و مثال گیریم که تمام جهانیان و تاجیکایی که در تاجیکستان هستند انا بیرون ای تاجیکستان هستند التماس میکنم که در آماده‌ای که در تاجیکستان رفته است خیلی پیشرویش است من اگریگات یکمی روانه پر نکشدن امروز اگریگات دیم شدن با خدا خواهد دیگه میشود و فکر و تصمیم پیشوای ملت همیه که از مثال گریم ساختار اگراری به ساختار جمعیتی و به ساختار صناعتی تاجیکستان تبدیل بده این برای کسای خودش نیست این به فایده خودش نیست به فایده خاندانش نیست این به فایده جمعیت است که مردم ایامی ورته روز به روز قدم به قدم ببرویان زندگی شود و تاجیکستان هم در عرصه جهان بشناسند که حقیقتا مملکت بود است خیلی بود است شکم مردم اشتیره دوی مقصد داره این بچهش مثال حاضر رئیس شهر دوشنبه همین 2 ساله که حاضر کار کرد 30 سال پیش رفتگی نبود بچه کسی نباشه ما برای آبادی و برای مثلا پیشروی دولتمون باید در اطراف پیشروی ملت جمع شیم و همین کارا را از بین بریم.